به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید دوستان. این ویدیو رو که می‌بینید مال بچه‌هایی که رفتن به قول معروف همین پارک چیتگر، پارک جنگلی چیتگر، اونجا احصار زدن و همینی که دایره رسم کردن، یه سری مراسم اجرا کردن و خب اگه دقت کنید که جن و اجنه رو داخل تصویر می‌بینید. واسه یکی از خانواده‌ای که بچه‌ش مشکل داره و درگیر این مسئله شده، خب سرشون آوردن پیش بنده. خب یه سری کارا واسهشون کردم و این فیلم هم ارزم به حضورتون که دارید میبینید ایشون به بنده نشون دادن. و بعد از اون یه فیلم دیگه هم هست که دقیقا مال همون منطقه است. ببینید جایی که شما احضار میزنید اونجا رو شما دریچه درگاه باز میکنید که جن و اجنه میان میرن و خب دیگران هم گرفتار میشن. حتما تصاویر رو ببینید. بعد از اون راجع به چله میخوام صحبت کنم و صحبت مفصل دارم. حضرت موکل ابو ناخو میخواستم بهتون نشون بدم، به دستای بنده توجه کنید. چند ثانیه واسهتون میذارم و انشالله که متوجه بشید. تصاویر دقت کنید. حتما راجع به ویدیو صحبت میکنم و بعد از یه ویدیو میذارم که ربط به چله نشینی داره و یه سری صحبت هاست که حتما با دوستان بدونن. متاسفانه اینجا شده درگاه، میبینید و باز واسهتون برات گردم که ببینید